قرغیزهای مقیم مناطق دوردست پامیر افغانستان از حکومت قرغیزستان کمک دریافت نمودند. در دهات مناطق بلندکوهی افغانستان تخمیناً 2000 قرغیز استقامت دارند که از مکتب و شفاخانه محروم بوده از مرگ و میر کودکان اذیت میکشند. روز جمعه به آنها غذا، لباس گرم و دارو و درمان خیریه تقدیم شد. در نماز جمعه در شهر الماتای قزاقستان موعظه سیاسی صدا داد. امام مسجد اظهار نمود که طاعت به رهبر وظیفه هر مسلمان بوده، سرکشی از حکم رهبر سرکشی به حکم الله می باشد. امام خطیب نام پرزیدنت قزاقستان نورسولطان نظربایف را ذکر نکرد، ولی منظور او برای بسیاری ها واضح بود، زیرا 1 دکبر در قزاقستان روز پرزیدنت جشن گرفته می شود. در پایتخت گرجستان شهر تبلیسی نمایشگاه کتاب کودکانه درهای خود را باز نمود. در معرض اساساً کتاب‌های ترجمه شده مؤلفان خارجی و شماری نه چندان زیادی اثرهای ادیبان گرجی به نظر می رسید. در نمایشگاه که تا 30 نوامبر دوام می کند، کتاب‌ها با نرخ‌های پایین فروخته می شوند. 2 روز پیش از انتخابات پارلمانتی مولداوا در کیشینیو مردم زیادی به پیشواز پرزیدنت تازه انتخاب شده رومانیا کلاوس یوهانیس برآمدند. یوهانیس ابتدا از قرارگاه حزب دموکراتی رو به غرب زیارت کرد. این گروه سیاسی در سبقت انتخاباتی از حزب‌های رو به روسیه کمی پیشدستی دارد. یوهانیس میگوید او بهر ورود مولداوا به اتحادیه اروپا تلاش خواهد ورزید.